در آغاز باز یک هفته نو به شما بینندگان عزیز از دفتر مرکزی رادیو زودی در جمهوری چک درود میفرستم. شالای گل خوجه هستم و روزتان بخیر باشد. چون معمول در نوید بمدودی خبرهای تاجیکستان و جهان را گرد آوردیم و برایتان در چند دقیقه دیگر خواهم گفت. باوری دارم تا آخر صحبت ما را همراهی خواهید کرد. اما نخست میبینیم که وضع باد و هوا چگونه است. در پراگ امروز باران میبارد و گرمی روزانه 22 درجه را تشکیل میدهد. در مسکو هوا ابری و در دوام روز 21 درجه گرم خواهد بود. در دوشنبه هوا چون هفته پیش آفتابی باقی میماند. انتظار میرود که در جریان روز حرارت به 32 درجه برسد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان حمله خونین به جشن عروسی در کابل را حمله وحشیانه نامیده به شدت محکوم کرد. در این بمبگذاری مرگطلبانه در شام 17 آگوست 63 نفر کشته و 182 تن دیگر مجروح شدند. او همچنین جلسه فوق‌العاده مقامات امنیتی را دعوت کرد تا راه‌های پیشگیری از چنین حادثه در آن بررسی شود. گروهی به نام دولت اسلامی مسئولیت بمبگذاری را بر عهده گرفت، هرچند در گذشته بر دروغ مسئولیت حمله‌های دیگر را هم بر دوش گرفته است. اشرف غنی روز 18 آگوست در توییتر نوشت که من حمله غیر انسانی به تالار عروسی در شب گذشته را محکوم میکنم. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال پیامی از طریق واتساپ به خبرگزاری آلمان بمبگذاری در این جشن عروسی را محکوم کرده است. این حمله که خونین‌ترین در امسال به حساب می‌رود در زمان به وقوع پیوست که امریکا سعی دارد به جنگ 18 ساله با طالبان در افغانستان خاتمه بدهد و بنا به گزارش‌ها طرف‌ها در این زمینه به سازش نزدیک شدند. عین زمان اشرف غنی گفته است که طالبان هم در این حمله نقش دارند چون به تروریستان منبر می‌دهند. بعضی از خبرگزاری ها نوشتند که مسئولیت حمله را داعش بر دوش گرفته و گفته است که هدف حمله مرتدها بودند. خدمات امنیتی فدرالی روسیه یا خود FSB 16 آگوست آماری را نشر کرد که موافق آن در نیم سال 2019 هم نزدیک 448 هزار شهروند تاجیکستان وارد این کشور شدند. اما به حساب وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در این مدت حدود 293 هزار نفر مهاجر کاری تاجیک به روسیه رفتند. معلوم نیست کدامی از این آمار درست است و به نظر می رسد که هر دو طرف کوشش میکنند شماری مهاجران را به خواست خود نشان بدهند. مقامات تاجیکستان سعی دارند نقش مهاجران را در پیشبرد اقتصادی کشور کم رنگ نمایش بدهند، اما روسیه با تاکید بر شماره زیادی آنها گویا گوشزد میکند که بزرگترین کاردهنده و خوراننده شهروندان تاجیکستان است. چنین یک شورای روسیه در جریان نشستی مطبوعاتی پرزیدنت امالی رحمان و همتای روسش ضمن سفر رسمیش به روسیه در شهر مسکو در سنه 17 اپریل امسال صدا داد. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در نطق خویش گفت بیش از 1,200,000 شهروند تاجیکستان در روسیه کار و زندگی میکنند و پولهای فرستادهشان یاری بزرگ برای خانواده هایشان است. امالی رحمان برعکس همتای خویش شماری مهاجران را در روسیه 480,000 نفر گفت و افزود شماری آنها نظر به سالهای پیشین حدود 50% کم شده است. در ادامه رئیس جمهور به مشکلات و مسائل مهاجرت هم اشاره کرد که هنوز حل طلبند. سید اسرار سیدов سردار ریاست مهاجرتی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان میگوید واقعا تفاوت در امور تاجیکستان و روسیه جای دارد. سیدов گفت در نشست و برخاست‌های مقامات مهاجرت دو کشور چند سال باز فرقیت در آمار رو میزند و وزارت تلاش دارد رقم درست را به دست آورده مطابقتی در حساب‌های دو جانب را برطرف کند. با یک امر رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 17 آگوست امسال نشر شد، ایدی انگور و سیب نیز رسمی گردیده است. خدمات مطبوعاتی پرزیدنت نوشت از این به بعد هر سال شنبه 3 ماه آگوست ایدی انگور و شنبه 3 ماه سپتامبر ایدی سیب برگزار کرده می شود. از مقامات وزارت اداره ها و حکومت های محلی خواسته شده است که وابسته به ایدهای مذکور معرکه ها برگزار کنند. در گذشته در تاجیکستان ایدی اصل و جشنواره خربوزه تجلیل می شد و بارها مورد انتقادی مخالفان قرار گرفته است. منتقدان میگویند مقامات به جای ایجاد جایهای کاری، پایین کردن انداز و حمایت از حقوق شهروندان به برگزاری معرکه‌های سرخرج رو آوردند. مقامات میگویند این ایدها به خاطر رشد ساحه کشاورزی و هوسمند کردن دهقانان میباشد.
وزیر امور داخلی تاجیکستان با فرمان خود به کاپیتان فاروق ابراهیمов پس از مرگ 2 رتبه بالا رتبه پادپولковنیک خدمت داخلی را داد. فاروق ابراهیمов معاون فرمانده در بخش تکنیکی و اسلحه جنگی قسم حربی 3502 روز 8 августи امسال ضمن خاموش نمودن سوختار و نجات کودکان در شهر کنیبادام هلاک گردید. گفته می شود سوختار در خانه همسایه فاروق ابراهیمов به عمل آمد و او برای کمک شتافته در محاصره آتش مانده است. کشتی نفترسانی ایرانی که امریکا بازداشت آن را درخواست نموده بود 18 август از گیبرالتار خارج شد. این اطلاع را سازمان mindtraffic.com نشر نموده است که حرکت کشتی ها را توسط GPS پیگیری میکند. کشتی که قبلا با نام گریس یک معلوم بود و پرچم پاناما را برافروخته بود تغییر نام نموده زیر نام ادریان دریا یک و پرچم ایران به بحری میان زمین وارد شد. ایران تصدیق کرده است که این کشتی 19 август گیبرالتار را ترک نمود. کشتی زیرین با نفت خام برابر به مبلغ 130 میلیون دلار با اتهام عمل خلاف تحریم های اتحادیه اروپا بیش از یک ماه را در بازداشت در گیبرالتار سپری کرد. امریکا کوشش نمود بر پایه تحریم های خودش کشتی ایرانی را در لحظه آخرین بازداشت نماید ولی مقامات گیبرالتار درخواست امریکا را رد کردند. مقامات ایران 4 زنی را که برای ورود غیر قانونی به میدان فوتبال دستگیر شدند رها کردند. در این باره سازمان دیدبانی حقوق بشر خبر داد. تارو سپهروفر نماینده این سازمان در توییتر نوشت که این 4 زن را که روز 12 август خواستند با لباس مردانه به تماشای فوتبال مردان بروند در عوض وثیقه از بازداشتگاه رها کردند. در ایران زنان حق ندارند فوتبال مردان را در میدان تماشا کنند. دیدبانی حقوق بشر که در نیویورک قرار دارد از دولت ایران خواسته بود این زنان را از زندان قرچک در جنوب تهران آزاد کند. مینکی واردن یکی از مدیران سازمان روز 16 август گفت که فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال باید به ضد ایران برای راه ندادن زنان به تماشای فوتبال تحریم اعلام کند چون این کار تبعیض زنان می باشد. در میان 4 زنی که بازداشت شدند زهرا خوشنواز یک فعال حقوق زنان در ایران نیز بود. بینای یگانه مدرسه اسلامی در منطقه کولوب که 6 سال پیش بسته شده بود از سوی حکومت نویه خوالینگ به مکتب موسیقی داده شده است. مقامات در این مدرسه خوجه انصاری را بهار سال 2013 به دلیل نگذشتن از قید دولتی بسته بودند. زمان بسته شدن در این مدرسه 100 نفر تحصیل میکرد. بهار سال 2013 مقامات شعبه کوربودین در منطقه کولوب سبب بسته شدن این مدرسه را به نقض قانون درباره اتحادیه‌های دینی از سوی مسئولان آن ربط داده بودند. مسئولان این نهاد گفته بودند که با وجود تاکیدهای پیشکی مسئولین مدرسه سری وقت از قید دولتی نگذشتند و مقامات تصمیم گرفتند که فعالیت این مدرسه را برای مهلت معین قطع کنند. مدرسه خوجه انصاری در منطقه کولوب تا بسته شدنش یگانه مدرسه رسمی به شمار می رفت و در آن از منطقه رشت، سوق و بختر طالب علمان تحصیل می کردند. تحصیل در این مدرسه 4 سال را در بر می گرفت و مبلغ یک ساله آن 600 سومانی بود. در حکومت خوالینگ می گویند که جایگیر کردن مکتب موسیقی در این بنا موقتی بوده. بعد کوچیدن به جای نو تصمیم میگیرند که با بنای مدرسه چی کنند. باید گفت که روند بستن مدرسه ها در تاجیکستان 10 سال پیش شروع شد، اما ابتدا گفت فقط از آن میرفت که به خاطر جلوگیری از ورود جوانان و نورسان به گروه های تندرو شماره مدرسه ها کم کرده شود. آن وقت در تاجیکستان 19 مدرسه ثبت نام شده بود. یک سیاه از روسیه هنگام گذشتن از پل بالای دریای خنگاب در دهه ارزون ناحیه سنگوار طویل دره سابق به دریا افتاده است. مقامات اداره حالتهای فوق‌العاده میگن جستجوی جسد او چند روز باز ادامه دارد. این سیاه همراه 3 نفر دیگر از روسیه به تماشای گوشه‌های تاجیکستان آمده. آنها را یک ساکن شهر ترسنوزاده همراهی داشته است. روزبک شریف زاده سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه سنگوار روز 16 август به رادیو آزادی گفت ایرینا پریتیکووا 61 ساله و همراهانش نداشتند که توسط پول دریای خنگاب به طرف نویه جرگتول بروند. جریان آب در جایی که این زن افتاده است به حد تند است، گفت شریف زاده. مقامات میگویند کارمندان پلیس و نجات بخشان جسد را جستجو دارند. 3 سیاه دیگر از روسیه و یک ساکن شهر ترسنوزاده بعد از این حادثه به قفا به دوشنبه برگشتند. معلوم نیست ایرینا پریتیکووا در چه شرایط به دریا افتاده است. جریان آب بعضی دریاهای تاجیکستان تیز است و در چندین حالت جسد سرازیر شدگان بعد از گذشت هفته‌ها از ساحل رود یافت شده است.
چندی از ساکنان دوشنبه شکایت کردند که ورود به بعضی از باغ‌های فراغتی و محل بازی کودکان پولکی شده است. برای مثال هر نفر برای ورود شدن به باغ با نام صدرالدین عینی باید 2 سومانی بدهند. نرخ جای بازی کودکان در این باغ به مراتب بیشتر است. مقامات میگویند نرخنامه را خدمات ضد انحصاری تصدیق کرده است و پول جمع شده برای تعمیر باغ صرف می شود. به پرداخت مبلغ وارد شوی به باغ استفاده از اتراکسیون ها امکان ندارد. نرخ استفاده از اتراکسیون ها وابسته به وقت و نوع خدمت رسانی پیش بینی شده است. مثلا در باغ فردوسی شهر دوشنبه برای یک بار دور زدن با کارتینگ 15 سومانی برای یک آدم نرخ دارد. در چنین نوع خدمت رسانی ها در مجمع سیمرغ در حدود باغ فردوسی که جایگیر است، خواهشمندان قبل از وارد شدن به آن در نزد درآمدگاه به مبلغ 6 سومانی کورت میگیرند و باید گفت که قبلا باغ‌های فراغتی در شهر دوشنبه به پول بوده است. و اکنون بینندگان عزیز، چون معمول از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از سوی بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب $1 برابر است به 9 سومانی و 43 درم، 1 یورو 10 سومانی و 45 درم و 1000 روبل روسی 142 سومانی و 30 درم ارزش دارد. با سپاس از یک شما برای همراهی و فراموش نکنید که در دوام روز با شما باز ملاقات خواهیم داشت. سرخط خبرهای روز است و همین گونه برنامه خبری. روز خوب داشته باشید و برایتان کامیابی می‌خواهیم.